یه لحظه اونو قطع کن. سلام و عرض ادب. سفر عزیزی هستم از قسمت بوچری گوشت و مرغ. مسئول شیفت شب هستم و از سال 96 تو این کمپانی هستم. شنجه راسته گوساله و فیله گوساله. ببین برای کوبیده خواستیم 50-50 باید بزنن. برای کباب تابعی همون 30-70 جواب میده. گوشت رو قبل از اینکه بشورن باید فریز کنن. هر موقع خواستن استفادهش کنن بشورن و استفاده کنن. یه روزی یه آقای تشریف آوردن جلوی دیسپلی گوشت، خیلی هم با عصبانیت آقا اینو بده، اوستا اونو بده. چرا چیزی که من میخوام نیست؟ قشنگ نگاه میکنم میبینم که خیلی هم عصبانیه. بعد خودم رفتم پیش همون آقا، من باهاش صحبت کردم، فهمیدم که این اصلا تو خونه مشکل داشته که اومده. گفت که حقیقتش با خانومم درگیر بودم و اومدم خرید فلان. من یه کاری کردم، بهترین گوشت رو دادم بهش. رفتنی با خنده رفت. گفت من اصلا عاشق این حرف زدنتم، خواهش میکنم شماره تو به من بده، زنگ بزنم هر شیفتی هستین، هر زمانی هستین شما باشین اینجا، من بیام خرید کنم. من حرف آخرم اینه، هایپرستا رو خیلی دوست دارم، با دل جون براشون کار میکنم، رو سر علاقه هستش. من به قسمتی که کار میکنم واقعا ارزش قائلم. یعنی قصابی رو من چون شغلمه، حرفمه، خیلی دوست دارم.